بچه‌ها یک علل گرایش دارن دیگه، علل جذبشون و گرایش بیش از حد نوجوان‌ها به فضای مجازی رو باید جستجو کنیم ببینیم چیا هستش. خب یکی از مهمترین اونها بحث امکانات چشم نوازی هستش که خب داره اینترنت فراهم میکنه دیگه. پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌های مختلف که مجموعه ای از اطلاعات و بازی‌ها و سرگرمی‌ها و تصاویر و فیلم‌ها و نرم افزارهای مختلف با قابلیت‌های مختلف رو داره در اختیار بچه‌ها قرار میده. این امکانات چشم نوازه، جذابه برای بچه‌ها. موتورهای جستجویی که وجود داره باعث شده که به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو به راحتی بتونید توی اینترنت پیدا کنید. اپلیکیشن های گفتگویی که وجود داره منجر شده به اینکه بچه‌ها مکالمه های فردی و گروهی مجازی رو برای یکدیگر فراهم شده و خب خیلی ها الان دیگه احساس نیاز به فضای واقعی رو کمتر دارن تجربه میکنن. مخصوصا تو فضای کرونا ما این رو مشاهده کردیم که بیشتر هم شد. همچنین داشتن صفحات شخصی، این صفحاتی که افکار و احساسات و کارهای خودشون رو بتونن اونجا یادداشت کنن، بنویسن، فیلم از خودشون بذارن، عکس بذارن، مطالب گوناگون، این برای بچه‌ها جذابیت داره. یه جوری همون انگار دفتر خاطرات قبلی هستش که ماها تجربه می‌کردیم، یه فضای اختصاصی. حالا این شده یک فضای بعضن عمومی برای شاید 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر که تو خودت رو نشون بدی و عرضه بکنی به دیگران. حالا این میتونه شعر باشه، نمیدونم قطعات موسیقی باشه یا عکس هایی باشه که از خودت داری نشون میدی و برای بیشتر دیده شدن باز متناسب با اون فرهنگی که رسانه داره به بچه‌ها منتقل میکنه، فشاری که رسانه داره در الگوها به بچه‌ها منتقل میکنه، منجر میشه که بچه‌ها حالا اقداماتی انجام بدن برای بیشتر دیده شدن و یا به قول معروف بیشتر لایک خوردن توسط دیگران. نکته بعدی که در مورد استفاده زیاد بچه‌ها وجود داره غیر از جذابیت و چشم نوازی حالا فضای مجازی، مثل پر کردن اوقات فراغت هست دیگه. یکی از علل استفاده زیاد از اینترنت برای نوجوان‌ها پر کردن اوقات فراغته. اکثر خانواده‌ها هم متاسفانه از این قضیه استقبال میکنن، یعنی خوشحال میشن که بچه‌ها پای کامپیوتر خودشون بشینن و یا مثلا خط تلفنشون با بچه‌های دوستاشون صحبت کنن تا اینکه بخوان بیرون برن و از سرگرمی‌های خارج از خانواده استفاده کنن. البته تو شرایط کرونا، این 2 سالی که کرونا وجود داشت، 2 سال و نیمی که وجود داشت، خب این رو تشدید کرد. یعنی بچه‌های این نسل عادت کردن توی 2 سال و نیم که بیشتر توی خونه، توی بازی‌ها، تو صفحات مجازی باشن تا اینکه اصلا بخوان از این فضاها خارج بشن. اما بالاخره یکی از راه‌های پر کردن اوقات فراغت الان اینترنت هستش. و سومی که باید بهش توجه ویژه ما داشته باشیم بحث فرار از واقعیت‌ها و مشکلات و ناکامی‌های زندگی هستش. اینترنت برای بسیاری از نوجوان‌ها الان پناهگاهی شده برای اینکه مشکلات، دردها، رنج‌های خودشون رو با ابزارهای سرگرم کننده‌ای که داره به تأخیر بندازن، پنهان بکنن. در واقع یک جنبه تسکینی برای رنج‌های روانی بچه‌ها شده، به خصوص در خانواده‌هایی که تعامل والدین و فرزندان مناسب نیست یا والدین از هم جدا شدن. اختلالاتی مثل اضطراب، وسواس، اینها خودش در چنین خانواده‌های بیشتره. بچه‌ها برای فرار کردن از این رنج‌ها و مشکلات روی آوردن به بودن تو فضاهای مجازی بیشتر و استفاده کردن از این فضاها. در استفاده از اینترنت یه نکته هم باید بهش توجه بکنیم، این هستش که وقتی استفاده بیش از 30 ساعت باشد در هفته، در واقع میتونیم بگیم که بچه‌ها درگیر استفاده اجباری و بی اختیار از فضاهای مجازی شدن. اعتیاد به فضاهای مجازی 5 تا معیار کلیدی داره که باید اینجوری میتونیم عملاً شناسایی بکنیم. یکیش این هستش که وقت زیادی رو در فضای مجازی دارن
طی میکنن در ابزارهای رسانه‌ای، حالا حتی بازی‌ها هم میتونه جزءش باشه. دومیش اینه که از سایر مسئولیتاشون غفلت دارن دیگه، اونا رو انجام نمیدن. سومین نکتهش این هستش که یک ناسازگاری در روابط رو شما دارید میبینید، یه مقاومت و ناسازگاری که شاید قبل از این درگیری زیاد با فضاهای رسانه‌ای شما از بچه‌تون ندیدین ولی الان دارید مشاهده میکنید. چهارمین نکته بحث اشتیاق به حضور در فضاهای مجازی هست و پنجمی تفکر بیش از حد در مورد اینترنت، حتی زمانی که تو شبکه‌های مجازی نیستن. یعنی مثلا به طور مثال هر 5-6 دقیقه هی میرن نوتیفیکشن گوشیشون رو چک میکنن، یا مثلا اینستاگرام و یا شبکه‌های دیگه مجازی که در اختیار بچه‌ها هست رو حتی بدون اینکه آلارم پیام براشون بیاد هی میرن هر 5 دقیقه چک میکنن، یا حس میکنن که گوشیشون رو حالت ویبره داره صدا میده که بهش میگن سندروم لرزش فانتوم. اینها همه علائمی هستش که نشان دهنده این هست که بچه‌ها درگیر اعتیاد به فضای مجازی هستن. یه تحقیقی هم اتفاق افتاده بود که نشون میده بچه‌هایی که درگیر فضای مجازی هستن 54% سابقه افسردگی داشتن، 34% سابقه اضطراب داشتن، 50% سابقه مصرف مواد و مشروبات الکلی رو به صورت تفننی در سابقه خودشون داشتن و به طور متوسط از 30 تا 40 ساعت هم به صورت آنلاین در فضاهای مجازی حضور دارند.